به نام خدا، جمال آرمینزاده هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و با سری ویدیوهایی که هر هفته سعی میکنم اونها رو آماده بکنم بتونیم گذشته چارت رو بررسی بکنیم و کنار هم یه بک تستی رو از روز قبلی که چارت برای ما رقم زده با هم داشته باشیم. میخوام بهتون نشون بدم که واقعاً قدرت بک تست و اینکه چقدر استمرار توی گرفتن بک تست میتونه روی ترید کردن ما تأثیر بذاره. خیلی چیز سختی نیست، فقط باید وقت بذارید، واقعا وقت بذارید. برای به دست آوردن پول حتما نیازه که بک تست رو به صورت مداوم، حتی الامکان اگر وقت نمی کنید شنبه ها و یک شنبه ها که بازار تعطیله حداقل یک روزش رو اختصاص بدید به بک تست. باز هم میگم یک روز هم تایم خیلی کمیه برای بک تست گرفتن. هر لحظه رو سعی کنید به بازار نگاهی داشته باشید که سرشار از سود این کار، جز سود به چیز دیگه نخواهید رسید، شک نکنید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. روی شاخص داو جونز آمریکا تایم فریم 1 دقیقه هستیم، چون تایم فریم تخصصی خود منه و از اونجا که خیلی نمیتونم توی یعنی سایکولوژی روانی به من اجازه نمیده که تو تایم فریم بالاتر ترید بکنم و واقعا حوصله‌ام نمیگیره از این که بخوام پوزیشن من 1 ساعت، نیم ساعت و یا بیشتر ادامه داشته باشه. پوزیشن حد اکثر تایمی که من توی پوزیشن هستم 10 دقیقه، خیلی طول بکشه 10 دقیقه من سودم رو میگیرم، از بازار میام بیرون. الباقیش حالا یا به جهت من میره یا خلاف جهت من برمیگرده که فبه. ولی سعی میکنیم توی همین تایم فریم 1 دقیقه که کلی فرصت و موقعیت معاملاتی به ما میده بررسی بکنیم. حالا شاید روزهای آینده تو تایم فریم های 5 دقیقه هم ورود بکنیم. خب ببینید مارکت، البته این رو هم خدمتون بگم که دقیقاً بک تستی که میخوام بگیرم برای 22 آگوست 2025 هست و همین جمعه هفته پیشه. سعی کردم که اولین روز از همین جمعه هفته گذشته شروع بکنم که بعد به مرور به تاریخ‌های گذشته هم رجوع میکنیم. مارکت بعد از بسته شدن با یک گپ روز خودش رو آغاز میکنه. حالا اینجا پر از موقعیت معاملاتیه که من معمولا توی تایم فریم حالا 1 دقیقه تو سشن فقط نیویورک سعی میکنم ترید بکنم. توکیو، لندن رو گذرا فقط بهش نگاهی میکنم. ماهیت تریدینگ رنج داره. بعد از اینکه تریدینگ رنج خودش رو ادامه داد، یعنی این کف تریدینگ رنج ما، این سقف تریدینگ رنج، حالا میتونیم از اینجا در نظر بگیریم، یه بریکی داشته، اومده تو این ناحیه یه بریکی انجام داده. حالا احتمال اینکه خبر اینجا بوده خیلی زیاده. یه خواهشی که دارم، حتما به سایت فارکس فکتوری نیم نگاهی بیاندازید و حتما اخبار رو دنبال بکنید. حالا ببینید تو ساعت 9 صبح بودش که تولید ناخالص نهایی آلمان که روی یورو تاثیر میذاره این خبرش برای ما اومده. میتونید حالا به قول تریدرها اینجا کمین بشینید و پوزیشن رو داشته باشید. ولی معمولا من به واسطه این که گذشته روزی رو که میخوام داخلش ترید بکنم رو بررسی میکنم، تایم ها برای من خیلی مهمه. ببینید دوستان، ما همیشه از ساعت 9 صبح به وقت بروکرمون، ببینید دقیقا اینجا ساعت 9 صبح،
خدمتتون عرض کنم که یه جهشی رو به سمت معکوس مارکت داریم. اگر مارکت نزولیه، مارکت جهت صعودی میگیره و یا بالعکس اگر صعودی جهت نزولی خواهد گرفت. حالا به چه صورت؟ معمولا 9 صبح برای ما خیلی جزء تایم های طلایی مونه. 9 صبح، 10 صبح، 14، 15 و 30، 16 و 30، 17، 18 و 30، 21 و 23. اینا تایم های طلایی من. منتها میخوام حساسیت این ماجرا رو براتون بگم. ببینید 9 صبح اتفاق خاصی نیفتاده، تایم کندل ها همون رویه ریزشی خودشون رو ادامه دادن تا اینکه یک بریک اوت خوب اینجا برای ما اتفاق افتاده و اومده و یک کفی رو برای ما ساخته و از اینجا شروع شده الگوی وی تشکیل دادن و اومدن رأس ساعت 10 صبح. ببینید 10 صبح با این کندل ما آماده ایم که رأس سایکل رو پیدا بکنیم، یعنی جهت مارکت عوض میشه. اگر ما این رو یه اسپایک در نظر بگیریم، این لگ رو یه اسپایک در نظر بگیریم، این رو هم یه کانال میتونیم در نظر بگیریم. ببینید من معمولا تو این تایم فریم اصلا ترید نمی کنم، ولی سایکل رو دنبال میکنم، اسپایک، کانال و تریدینگ رنج. ببینید تریدینگ رنج عریضی هم هست. منتظر میمونم تا ساعت به 15:30 که تایمی هست که بانک های امریکا شروع به کار کردن میکنن، باز میکنن و لحظه ورود من به مارکت شروع شدن سشن امریکاست، یعنی وقتی که بازار نیویورک باز میشه. حالا با تشکیل الگو ببینید ما اسپایک، کانال، تریدینگ رنجمون رو داشتیم، 15:30 رو هم رد کردیم، یعنی بازار امریکا باز شده، نقدینگی توی بازار زیاده و آماده ایم که جهش های خوبی توی بازار ببینیم و با کشیدن الگو، ببینید با کشیدن الگو اینجا توی تریدینگ رنجمون تقریبا میتونم بگم انتهای تریدینگ رنج و یه فلگ به ما میده. ببینید قبلش هم به ما یه پین بار نشون میده، یعنی تو میدل، یعنی نصف تریدینگ رنج ما که اگر این رو نصف بکنیم، اینجا تریدینگ رنجمون رو نصف در نظر بگیریم، تو میدل تریدینگ رنجمون یه پین بار میبینیم. اینجا شاخکامون تیز میشه، آماده میشیم که موقعیت‌های خوب رو نصیب خودمون بکنیم. یه فلگ به من میده، فلگ در سقف تریدینگ رنج من تشکیل میشه. من سعی میکنم یواش یواش این مارکت رو بکشم جلو، چون اینجا خیزش های خوبی بعد از صحبت آقای پاول داشتیم که خیلی مارکت کوچیک میشه. ببینید اینجا به محض این که تریدینگ رنج ما بریک میشه، من یه تیک بالاتر یه ورود میکنم، حد ضررم رو پایین همون فلگ قرار میدم و میتونم حتی تا فکر میکنم تیپی 10-12 هم ادامه بدم، ولی من معمولا تیپی 3 یا تیپی 2 یا تیپی 4 کسب سود میکنم و میام بیرون، به خاطر اینکه اون مقداری رو که یعنی با حجمم بازی میکنم، یعنی اون مقداری از سرمایه‌ام رو وارد میکنم که به 4 برابر اون سود بکنم و حتی این ترید، حتی این حالا معامله من میتونه ختم تمام معاملاتم بشه و حتی از مارکت بیام بیرون. حالا ما چون قرار بک تست بکنیم به واسطه اون ادامه میدیم. من معمولاً با باز شدن بازار نیویورک در صورتی وارد میشم که دقیقاً بتونم الگو محور یا اینکه سایکل رو تشخیص بدم. ببینید
اینجا یه اسپایک اتفاق میفته وقتی که بازار نیویورک اینجا دقیقاً بازار نیویورک 16.30 باز میشه به جهت من و میبینید که مثبته، به جهت من باز بشه میتونم اینجا یک کسب سود بکنم، ولی بازار پر ریسکیه. حالا اگر این موقعیت ورود یعنی باز شدن بازار نیویورک رو از دست بدم، میتونم رو موقعیت بعدی که بهم میده، یعنی یه اسپی تو لگی که اینجا برای من میسازه، ببینید اینجا بریک میکنه، با بریک ات وارد میشه، یه گپ برای من میسازه، این دوتا گپ منن، این گپ منه. وقتی که این گپ رو میبینم و این اسپایک تشکیل میشه، شاخک‌های من تیز میشه که آقا الان آماده ایم برای زدن لگ دوم همین اسپایک. حالا لگ دوم به چه شکله؟ لگ دوم به این شکل تشکیل میشه. حالا به محض این که یه پولبک برای من میسازه، پولبک میده و من معمولاً تریگرم رو اینجا میذارم که فعال بشه. یعنی اگر که بخوام بیام بالای، یعنی تاییدیه باید اینجا بهم بده، تو این سطح باید بهم تاییدیه بده، ولی من معمولاً پایینتر به واسطه بای استاپی که قرار میدم تریگرم رو فعال میکنم. تیپیم رو میتونم پایین خود اسپایک قرار بدم. حالا من یه مقدار تیپی رو بالاتر آوردم که بتونیم SLM رو بالاتر آوردم که بتونیم تیپی های بهتری رو نصیب خودمون بکنیم. خب دوستان، مگر ما توی SP2 لگ ها تیپی 1 رو نمیگیرم؟ خب من اینجا تیپی 1 رو میگیرم و خارج میشم، باز هم به واسطه اون تیپس هایی که خدمتتون عرض کردم. من روی لورج هم میتونم بازی بکنم، روی حجم معاملاتی که دارم میتونم بازی بکنم. من 1-1 هم اینجا برای من سوده با احتمال وقوع بالا. اجازه میدم مارکت بیاد اینجا سایکل خودش رو بسازه، تکمیل بکنه. ببینید اینجا به صورت اسپایک کانال، حالا میتونم من وارد بشم، ولی بلافاصله کانال من رو تشکیل نداده، لگ دوم من رو زده و یه تیپس ورود خیلی خوب به من اینجا داده. اگر اجازه بدید من این ابزار فیبوناچی رو کنار بذارم. ببینید بعد از تشکیل شدن 1 2 3، خب ببینید اینجا رأس ساعت 17 هستش. رأس ساعت 17 توی فارکس فکتوری ما چی می اومد؟ من یه بار فارکس فکتوری رو باز بکنم. من اینم فارسی کردم که شما ببینید حالا راحت‌تر مفهوم رسونده بشه. آقای پاور رئیس فدرال رزرو سخنرانی میکنه. ببینید پوشش هم پوشه قرمزیه. آیکون قرمز معمولا برای ما خبرهای داغ، خبرهایی که به مارکت جهت خوبی رو میده، یعنی خبرهایی که میکنه حالا یا به سمت صعود یا به سمت نزول. خب ما اینجا در ساعت 17 معمولا اگر حالا با اخبار ترید میکنید میتونید این تریگرها رو هم درش دخیل بکنید. ببینید 1 2 3 ما اینجا تشکیل میشه. من به محض این که این 1 2 3 رو میبینم روی این کندل، ببینید دقت بکنید روی این کندل، من یه زوم بکنم روی این کندل اینجا دقیقا یه تیک بالاتر قبل از خبر وارد میشم. میدونم این خبر سعودیه به واسطه این 1 2 3 و این فلگی که اینجا برای من تشکیل شده. ببینید اینجا یه فلگ تشکیل شده. اگر بخوایم این رو به این شکل در نظر بگیریم، این یه فلگه. حالا این فلگ رو دیدم، 1 2 3 رو هم دیدم، یه تیک بالاتر ورود میکنم دقیقا اینجا. استاپ هم استاپ تنگی میشه. آماده هم برای این که توی این خبر بتونم یه سود خوبی رو هم نصیب خودم بکنم. ببینید اینجا تیپی 7 رو به راحتی گرفتیم، تیپی 8، تیپی 9 و تا تیپی 10 هم داده. حالا بالاتر هم رفته، این که تایم های بیشتری رو میتونه برای خودش داشته باشه.
اومدیم روی این خبر رو هم نگرفتیم. ببینید مارکت پر از موقعیتی رو از دست ندادیم. ما اینجا با تشکیل این فلگ و بریک از اون فلگ یه تیک بالاتر مجدد میتونیم ببینید اینجا پین بار، سیگنال بار، کیبارمون رو بهمون داده. کندل تاییدیه هم گرفتیم. باز هم میگیم TP 2 پشت این کندل SL رو میذاریم. TP 1 TP 2. مارکت بعد از ساختن سایکل خودش اسپایک کانال یه تریدین رنج تقریبا میشه گفت عریضی رو برای ما خواهد داشت. اینجا خیلی موقعیت ها هست. منتهای مراتب من همه موقعیت ها رو براتون نگرفتم که حجم این ویدیو بالا نره، چون برای همشون میبایست توضیح بدم. یه چند تا موقعیتی هم که مارکت به همون داده و شاید حین ریل بودن بازار به اشتباه بر بخوریم. ببینید الان به من سیگنال بار و کیبار من رو داده و خب یه بریک اوتی داده که دوستان اینجا وقتی که ما با این کندل یه بریک اوت قوی داریم، خب طبیعتا این ایگپه، اینجا نباید وارد بشیم. حالا ما این کار رو هم میکنیم، فلگ رو هم دیدیم، پول بکی زده و اینجا یه تیک بالاتر ورودمون و SL رو هم میذاریم پشت کندل بریک اد یا اون پین بارمون میره و بر میگرده. یعنی اصلا ورود نمیکنه به سود. فکر نمیکنم حالا یکی دوتا پیپ به همون سود هم میده، ولی باز بر میگرده و اینجا عرضم به خدمتون که SL مون رو میزنه. ایراد نداره، این همه سود توی بازار هست، یه دونه SL زیاد مورد خاصی نداره. حالا مارکت جهتش بر میگرده، ولی خب داخل یه تریدین رنج. به محض اینکه بر میگرده منتظر میمونیم، میایم الگو محور میریم. اینجا به ما یه فلگ نزولی میده. به محض اینکه این فلگ رو کشیدیم و فلگ بریک شد، کندل تاییدیه به ما داد دیگه، یه تیک بالاتر ورود، SL مون بالای کندل قبلی. مجدد خب مگه ما نمیگیم یه پین باره؟ عذرخواهی میکنم، مگه یه حالت SP2 لگ نمیخوایم بگیریم؟ باز همینجا با کندل هایی که اینجا بریک شده و تاییدیه به ما داده و با پول بک اون میخوایم با استاپ وارد بشیم. روی این کندل وارد میشیم، استاپ رو هم اینجا میذاریم که باز همینجا تیپیمون خورده میشه. باز هم اگر بخوایم به سبک SP2L ورود بکنیم، اینجا با شکستن این ترن لاین پول بکش، یا میتونید دستی ورود بکنید یا با سل استاپ اینجا تاییدیه ورود میکنید، TP 1 رو میگیریم و بیرون میاییم. خدمتتون عرض بکنم که نکته‌ای فعلا برای امروز نمیمونه. من فقط یه نکته جالبی توی بازارهای مالی امریکا، مخصوصا داو جونز که خب بازار اصلی خود نیویورک هست، برای خود امریکایی‌ها هست، خدمتتون عرض بکنم. ببینید اینجا روی این کندل ساعت 23 بازار نیویورک بسته میشه. من اینجا یه خطی رو کشیدم توی این حالا گلوبالی که ما اینجا هستیم. بازار یه صعود میکنه نزول میکنه، صعود میکنه نزول میکنه، حالت تریدینگ رنج به خودش میگیره. وقتی بازار بسته میشه مجدد به نقطه بسته شدن بازار نیویورک بر میگرده، یعنی در واقع احترام میذاره. اینا رو توی گذشته بازار سرچ بکنید هم وجود خواهد داشت و به همین ترتیب میتونید بررسیش بکنید و اگر پوزیشنی دارید حالا میتونید مدیریتش بکنید. یعنی به محض اینکه بازار حالا یا نزول میکنه یا صعود میکنه، به بسته شدن، به تایم بسته شدن خودش مجدد برمیگرده. امیدوارم این بک تست، این بررسی حالا چارت نماد داو جونز توی تاریخ 22 آگوست 2025 براتون مفید بوده باشه. سعی میکنم مطالبی که توی هفته های آینده براتون در نظر بگیرم یه مقدار نکات بیشتر از این باشه
و بتونیم خیلی واضح‌تر نقاط ورود رو بررسی بکنیم. امیدوارم برای اولین بک تست، برای اولین ویدیویی که من براتون در نظر گرفتم، نکات براتون مفید واقع بشه. ممنونم ازتون و همگیتون رو به خدا میسپارم.